کارمندان میلیتس هم یک زن 48 ساله ساکن جماعت شهرک سامانیان مرکز نوع رودکی را با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که این زن ماه می سال 2015 با راه آشکارا و زوروری از مرکز سودای سفینه واقع در جماعت شهرک سامانیان 25 عدد رولونهای متاع زنانه که به زن 49 ساله ساکن جماعت دهات زینب آباد همین نوعیت تعلق داشتند تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 25,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 248 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به این زن بر اساس این بند قانون همچون جزا از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. تفصیلات دیگر پرونده نشر نشده است. معلوم نیست که این زن برای چه 25 بسته متاعهای زنانه را از دست فروشنده بازار بازوری کشیده گرفته است. این هم روشن نیست که چرا جبری دیده فقط بعد 6 سال اون حادثه به مقامات مراجعت کرده است. در عموم دست زدن به جنایت‌ها و قانون شکنی در جامعه محافظه‌کار تاجیکستان برای زنان و دختران یک شرمندگی بزرگ به حساب می رود و حادثه های دست به جنایت زدن جنس لطیف در این جمهوری خیلی کم اتفاق می افتند. اکثر زنانی که در محبس نورک یگانه محبس زنانه در تاجیکستان ادای حکم می کنند اساسا برای جنایت های چون قلابی و قاچاق مواد مخدر به اینجا افتاده‌اند و چند نفره برای کشتار که آن هم اکثرا در حالت هیجان سخت انجام دادند. ولی حالت‌های هم است که زنان تاجیک را برای اوباشی و حتی با جرم لطکوب مردان دستگیر می‌کنند.